جام جهانی این شب و روز از پربیننده ترین معرکه های جهانی است. صدها میلیون ساکنی سیاره رقابت های تندی بهترین تیم های فوتبال جهان را تماشا و برایشان مخلصی می کنند. خالده پاپل و دیگر دختران فوتبال بازی افغانستان هم بی‌طرف نیستند. پاپل مؤسس تیم ملی فوتبال زنان افغانستان سال 2021 برابر سر قدرت برگشتن طالبان از کشور بیرون رفت. چون حاکمان نوی کشور زنها و دختران را از بسیار چیز از جمله از حق ورزشگری محروم کردند. در شهر مکزیکو خالده پاپل با سازمان‌های محلی فوتبال همکاری کرده از جمله این مشغولیت را برای مساعدت در بهبود صحتی جسمانی و روانی مهاجر دختران به کار می‌برد. جام جهانی در فرصت کوتاه برپا می شود، ولی بعد آن چی خواهد شد؟ از چه راه جامعه ما توجه را به احتیاجات خود نگاه داشته می تواند؟ این سوال مرا بیشتر اذیت می کند. مثلا بعد ختم بازی ها در مکزیک که میزبان جام جهانی است، مشکلات زنهای مکزیکویی چی می شود؟ پاپل میگوید هر کسی که میگوید ورزش و مسائل اجتماعی باید از هم جدا باشد خطا میکند. فوتبال سیاست است. همه چیزی وابسته به فوتبال سیاست است. این تجارت و سیاست است. فوتبال زنان همیشه به معنای فعال بودن آنها است. با تیم‌های سراسر جهان نگاه کنید، تفاوت پرداخت‌ها را بر اساس جنسیت بینید، به معرکه‌های عظیم نگرید، همه‌اش درباره خشونت است. دختران ورزشگر در مطرح کردن مشکلات نقش اساسی را اجرا می‌کنند. پاپل میگوید ورزش همیشه محتاج دستگیری مالی بود و آنهایی که حیات خود را به این ساحه بخشیدند به خاطر عشق و سرسپردگی به این کار رفتند. او میگوید برای تشکیل بازی‌های مثل جام جهانی پول زیاد صرف می شود، ولی در این بین از مشکلات بنیادی خیلی جدی فراموش می کنند. او میگوید یکی از سنگین‌ترین مشکلات مکزیک خشونت و کشتار زنان می باشد. سازمان ملل متحد میگوید مکزیک به بیش از 70,000 مهاجر و افراد بیجا شده سرپناه داده است. اکثر آنها زنان و کودکانند که در خیمه ها زندگی می کنند و با همین سبب بیشتر آسیب پذیر هستند. فوتبال تحت تاثیر تجارت مانده است. همه جا تبلیغات و برندها به چشم می رسد، ولی این چیز ورزشگران را از حق آزاد گفتن نظرشان محروم کرده است. این زمان تجارت به منفعت بازی است. پول زیاد می آورد و به این خاطر طرح و سازمان‌های ورزشی سطحی پایین‌تر که از ورزش چون وسیله رشد استفاده می کنند باید دستگیری بیشتری ببینند. خالده پاپل سازمان قدرت دختران را تشکیل کرده توسط همین تشکیلاتش تلاش دارد برای دختران پناهجو با مشق و بازی‌های ورزشی در رشد و همگرایی مساعدت نماید.